سلام بچه، چطورین؟ من آرمانم. خیلی خوش اومدیم به ویدیوی دیگه از چنل آرمان ای رو. دوستان عزیز، امروز من یعنی دیروز یه دونه پست گذاشتم که یه دونه بازی سمی پیدا کردم و به مشکل خورده بود و الان اوکی شد. حالا فعلا زیاد ازش نمیدونم، فقط دیدم یه جایی. بریم سراغ ویدیو که ببینیم چه خبر، اوضاع از چه قراره است، چه بازی سمیه. فقط میدونم ترسناکه. برو بریم، لیتس گو. خب دوستان عزیز، خیلی خوش اومدیم به این بازی. فکرم باید این آیتم ها رو پیدا کنیم، یعنی این دکمه ها شانسی هن، اینی که میدونم. باید این 5 آیتم رو با این دکمه ها که میزنیم پیدا کنیم. حالا اول ببینیم چیا هست اینجا. یه دونه بچه ها، همونطور که این پای میبینی یه مغز هستش که 100% پره، فکر کنم سنیتی مونه. بعد اینجا نوشته که این پوشن آبی 10%شو پر میکنه. اینم قرص هم که 20%ش. این آمپوله هم بیناییمون رو زیاد میکنه و 30% هم چیز میکنه. این هم که باقره. ایسا داداش چطوری؟ سوراخ موشه. این چیه؟ صندلی و هواکش و میز و با میز نهار خوری. خب اول از همه دوربینم هست اینجا که داره دنبالم میکنه. اول از همه من میخوام اینو بزنم. داد چجوری پرت میکنه؟ با ایه؟ آره. حالا میخوام کناری در رو بزنم. داداش زهرمان. این چی بود؟ درم اینجا هست. درم یه چیزی هست. من 88% شد. 3 تا قفل داره، باید فرار کنیم از این زهر مردونی. ولم کن. گو خوردم. ببخشید. این موشه چیه؟ ولم کن. وای سنیتیم داره کم میشه. کثافت. توپم بده. بابا دوز کثیف بده من. عجب کثافتی. اصلا بول خونه‌تون میزنم ببینم چی میده. داش خوبی؟ اینجا یه چیزی. بابا پس خب کنار باغر رو میزنم. باغر شانسش خوبه. برای چی آخه؟ از اینجا میده سوراخ. از اینجا نه فکر کنم باید اینجا تحویل بدیم اون چیزی که گرفتیم. دریچه هم اینجا هست. آهن رو بادش. بابا دوباره از این دادی؟ فکر کنم تکراری میده. اینه یعنی من الان بزنم دوباره از آره، هر کدوم یه چیز میده. فکر کنم شانسی هم داری میده. قبلمه آخه. میخوای تو؟ چیز داد؟ کثافت جوجه. این چرا برچسب خورد؟ یسو برچسب؟ من یه جا دیده بودم این عکس رو، نمیدونم کجا. اون پایین. کثافت از این چیزم کم کرد. حالا نمیدونم خوبه یا بده. بابا برو گم شدی. اینو میزنم. دوستان ویدیو رو لایک کنید. چیه؟ اصغر این چقدر آشناست. اینو انگار توی یه بازی دیگه دیده بودم. رفت. بابا ول کن دی. این چیه؟ از اینا. آخهش کدوم بود؟ این بود. بابا من آلزایمر دارم. چه کثافه. این اصغر ولش کن حالا. این میزن. بازم از این بده بودو دیگه. کدوم بود؟ این بود فکر کنم. آره همین بود. ای بابا اگر پوشه این چیزی بده دیگه نمیشه فشارش داد. ای آدم
چی داره؟ این چیه؟ چیه این؟ آها خب بزنم این چیه؟ این چیه؟ بازم از این دمت دم گرم. منم با هم بیا نرو دیگه. حالا من عجب بریم. چیه پی سی داد. نایس. هیچ کدوم از اینایی که من میخوام هم نداده. یه چیزی بده که نه که تو چجوری اینو فکر میخواد اینو ببره. یک دو دفعه اینو میزنه. همون زدم. بارون چیه؟ از اینا من اینو توی ویدیو دیدم 1000 تا از اینا میذاره بعد یکی میشه. بابا باریکلا. واه میذارمش اینجا. دو تا موش از کجا اومد؟ موسمون هم جور شد. کیسا دازی بابا عجب اینا یه جای خوب مثلا اینو زدم فکر کنم یه کادو. پدر سگ ببرش. دمت دم میگرم بابا. این همه دکمه حداقل یه دونه‌ش رو تضمین بده دیگه. کاج میده. نه اینی که زدم فاز کنار تو کثافت میزنم. بابا یه تلموشه. این چیه؟ شبیه تلموشه ولی نیست. شما میدونین تو کامنت ها بگید. این پایین گوشه خودشونو قایم. این چیه؟ ها این چیه؟ اینو فکر کنم زدم یه بار. چی ندادی کس؟ روح اومد من ندیدمش. زرمار دد من از از اینا به درد من نمیخوره. بارون نمیشه بند بیاد. هر کدوم انتخاب کنه. سلام بابات. آبیش اومد. یه چیز خوب تو رو قرآن یه چیزی همون از اون چیزی بیا اینو بگیر کثافت اینو بگیر. دارم دیوونه میشم دیگه. دارم میمیرم انقدر سنتیم کمه. یه چیز از اینا دست وای روح از کجا می غیب گوه خوردم. ببخشید یا علی. و یه چیزی بده من به دردم بخوره تو رو خدا. اینه؟ آها بلق دمتم میگم داداش. چجوری باید بزن؟ یه دون تکمیل شد. داشت رد و برقم دیگه میزنه. سفینه نه برش نمیشه. موشه رفت باش. موز میخوام. نه موز یه چیزی کدومون نزدم من. مثلا همه رو احساس میکنم زدم. یعنی منظورم که بزنم دیگه. باقر چیه تو رو خدا. تو رو سنگ چه بی سنگ پاه. این چه اینو زدم فکر کنم. آره زدم.
این چی؟ اینم زدم. وای دارم میمیرم آجی. نزنی بمیرم. نه وای برو گم شد دیگه. همه چی آرومه. من چقدر خوشبختم. این چیه؟ بندازیم تموم نمیشه. من آرزو میکنم تموم شه. این کثافت بازی. نه زدم دیگه. اینم زدم. یعنی برداره اتفاق. داداش دارم میرم دیوار. الان گلیچ میزنم میرم تو دیوار. بابا یه پوشن بده تو رو خدا. نخواستم. یه پوشن بده. پوشن انقدر میزنم پوشن بدی. پوشن ندوزیم. وی اینا از این 3 تا دیگه مونده. 3 تا دیگه تو رو خدا. 3 تا دیگه. پایینی رو زدم. قرص دمت تمرین کردم. نندازش. نایس. دیگه نمیشه زد این کثافت رو. خوبی عشقم غلط کردم ببخشید. وای اینو بزن. تدی بر لا بچه ببخشید اگر ویدیو زیاد طولانی شد و آره پنکه آخش. به نظر من تا همینجا کافیه دوستان. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و ساب فراموشتون نشه تا یه ویدیوی دیگه. خدا نگهدار. بای.